اما در مسئله این که سوال دیگر کردن که در روز جمعه در بعض حالت ها من به مسجد داخل می شوم که امام خطبه دارد، خطبه میکند، آیا تحیه مسجد خوانده می شود و اصلا تحیه مسجد چی گفتن؟ این چی است؟ این سوال برادری بود. بارک الله فیکم برادر عزیزم. البته تحیه مسجد این تحیه بر مسجد است. تحیه یعنی که وقتی که به یک جای رفتید شما باید تحیه بکنید، تحیه بکنید، یعنی این خاص مسجد است و این سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سنت مؤکده است که انسان همیشه وقتی که به مسجد رفت، حتی در حالت هایی که در اون وقت نماز خواندن مکروه است، اما تحیه مسجد را خواندن جایز است و سنت است. زیرا که علما میگن که این نماز ذات الاسباب است، صاحب سبب است، یعنی سببی به مسجد در آمدن سبب میشد که شما 2 رکعت نمازی تحیه مسجد میخونید. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتى یصلی رکعتین. حدیث است هر یک از شما وقتی که به مسجد داخل شدید ننشینید، مگرم اینکه پیش از نشستن 2 رکعت نماز بخونید. یک روز ابوبکر صدیق نشستن، پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند قم یا ابوبکر صلی رکعتین ثم اجلس. ابوبکر بخیز 2 رکعت نماز خون بعد از این نشین. و اما در مسئله روز جمعه وقتی که کسی به مسجد در آمد که امام خطبه روز جمعه میکند یا که امر معروف میکند، در این حالت آیا نماز خوانده میشود؟ نمیشود. بله، سنت صحیح رسول اکرم صلی الله علیه و آله این است که وقتی که داخل شدید که امام خطبه میکند باید 2 رکعت اول نماز تحیه مسجد بخونید و بعد از این بشینید. زیرا که كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يخطب في قبل صلاة الجمعة خطبة الجمعة، فدخل رجل أو فدخل أعرابي فجلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا فلان قم فصلي ركعتين ثم اجلس. یک روز در روز جمعه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حالت خطبه کردن بودند که اعرابی و در یک روایت صحابه داخل شدند به نماز و دیدند که صحابه دیدند که رسول الله خطبه دارند، نشستند. پیامبر گفتند ای مرد بخیز، اول 2 رکعت نماز بخوان و بعد از این بنشین. و این سنت صحیح رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دلالت میکند که در روز جمعه هم وقتی که امام خطبه کرده ایستاده باشد، هم وقتی که ما داخل میشویم اول 2 رکعت تحیه مسجد و بعد از این می نشینیم. و این سنت صحیح رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است و هر کسی که مخالف این میبرد و این از اهل بدعت است و خطا کرده است و ضال و مضل است. و این قول صحیح در همین مسئله است که همه وقت تحیه مسجد رو خوانده می شود. بارک الله فیکم. پس این سؤال برادری بود و البته